خطرناکترین مرز در جهان در کجاست؟ این مرز به اندازه خطرناکه که در عین فرار ازش یا با گلوله کشته میشی یا بازداشت میشی. و اگه بازداشت بشی خودت و تمام خانوادت رو به یک اردوگاه کار اجباری تا ابد میبرن و اونجا حبستون میکنن. کره شمالی، کشوری که شهروندانش نه اجازه خروج از کشور رو دارن و نه راه فراری. شاید فکر کنید مرز کره جنوبی بهترین راه برای فراره، در حالی که این 250 کیلومتر مرز مشترک خطرناکترین و محافظه شده ترین مرز در تمام کره زمینه. حتی برای فرار از مرزهای دیگر کره شمالی فکر بسیار بدیه، چون اگه توی روسیه و چین بازداشت بشی اونا شما رو مستقیما به کره شمالی برمیگردونن. نزدیکترین کشوری که سفر به اونجا امنه ژاپنه که قایق سواری در این مسیر دریایی 900 کیلومتر هست که کار واقعا سختیه و تا الان فقط 3 نفر تونستن به ژاپن زنده برسن. نظر شما راجع به کره شمالی چیه؟